سلام. ما توی بازی فوق‌العاده کشتن یه موضوعی داریم به نام پرایم سول یا بهترین حالت روح بهترین حالت، که یه سری مراحل مخفی هستن که با انجام دادن یه سری پازل و پیرن کردن تمامی مراحل مربوط بهش، یعنی تمامی مراحل مربوط بهش میتونیم بهش برسیم. که پیرن کردنم در اصل بهترین حالت امتیازگیری بازیه که ما میتونیم بگیریم، که یعنی توی انجام دادن این مرحله بهترین امتیاز رو بگیریم. حالا مرحله شاه مینوس پی دشوان یا بهترین حالت شاه مینوس، ما لازمه وقتی که توی جنازه قبل از اینکه به اون مرحله برسیم همه مراحل اکت یکو و قبلش رو پیرن کنیم، بعدش دیگه بهش میرسیم و واقعا جالب نیست مرحلش. ببینید وقتی وارد مرحلش میشیم با زندان شاه مینوس روبرو میشیم. مثل بقیه موجودات وقتی بهش شلیک کنیم جونش کم میشه و یه سری چشمای میزاه که باعث میشه جونش زیاد بشه و این کار باعث میشه کشتنش غیر ممکن بشه. پس وقتی که میخوایم وارد مرحلش بشیم و با زندان شاه مینوس روبرو میشیم، اول تا حدی جونشو کم میکنیم و بعدش وقتی که اون چشماشو زایید اون چشماشو اول میکشیم و بعدش خیلی راحت زندان شاه مینوس رو نابود میکنیم و با خود شاه مینوس روبرو میشیم. به شخصه بعد از 41 بار مردن توسط زندان شاه مینوس و 127 بار مردن از خود شاه مینوس، میتونم بگم تجربه عذاب آوری نبود، یا به نظرم یا جذابیت خود بازی اولتراکیل یا این مرحله جذابیت اولتراکیل رو بیشتر کرده. چون آره اوایل بازی میکردم و اینکه نمیمردم، حالا مشکل این بود که هیچ پیشرفتی نداشتم توی زدن اون جنازه، اون زندان، و داره بودم که نمیشه بنیام، واقعا نمیشه. ولی خب حالا یه ذره زمان بیشتر بذارم، یه ذره زمان، مثلا 5 دقیقه بیشتر زمان بذارم و میدیدم که هر دفعه دارم بهتر میشم و خیلی برام جذاب بود که هر دفعه یه ذره میتونستم دمیج بزنم، یه ذره بیشتر زنده میموندم. اینوس کیه؟ پادشاه لایه شهوت جهنم و به گفته دیگه تنها شخص درستی که تا الان ما تو بازی دیدیم، تنها شخصی که واقعا نیتا خوبه، نیتا حتی خونسا نیست، کلا سفید و خالصه رنگش نه. خب آره، و فردیه که معتقده که هیچ روحی شاه مینوس معتقده که هیچ روحی لایق عذاب ابدی نیست، با اینکه من باش موافق نیستم، ولی خب تو اون دنیاش کاملا عقیدش درسته، چون احساس میکنم تمام موجودات زنده‌ای که اونقدر قدرتایی مثل ویوان و گابریل ندارن، ویوان و ویتو و گابریل ندارن، واقعا از جنگ خسته شدن. حالا به هر صورت البته نمیدونم، یعنی خیلی موضوعیه که نیاز به آگاهی داره، ولی خب شاه مینوس نظرش اینه که هیچ روحی لایق عذاب ابدی نیست. پس اومد و اون دورانی که البته بعد از دوران که اون خدا در از خسته شده بود و سرتون رو در نیارم، خدا انسانیت رو ساخت و خسته شد که اینقدر جنگ میکنن سر دلیلای الکی، بس اومد جهنم رو ساخت و دید جهنم چرا اینقدر بدتر شده، هیچ کنترلی روش ندارم، و بعدش رفت اون خدا. و بعد از این خدا را یه کنسول فرشته های اومد، اینو تو گوشی ذهنتون داشته باشید، یه کنسول فرشته اومد که گفتن ما حرف حقیم، خونتون زرده، کنسول فرشته ها میگه خونتون نارنجی باشه، اگه نیست بس شما باید توسط دستای خدا نابود شید. و خب شاه مینوس هم با این عقیدهش توی لایه شهوت اومد و یک شهری ساخت که موجودات زنده داشتن اونجا زندگی میکردن بدون هیچ جنگی. و گابریل هم از طرف کنسول فرشته اومد که متوقف کنه یه جورایی، البته تا اونجایی که میدونم،
متوقف کنه این کار شاه مینوسو، و چون خب کفره دیگه، تو جهنم فکر کنید مردم از موجودات زنده عذاب نکشن. اومد گابریل دید، نه گابریل اومد پایین که نه اومد گابریل اومد توی اون لایه شهوت و اون شهر رو دید، یه ذره تعجب کرد تا اونجایی که میدونم. و شاه مینوس وقتی گابریل دید اول سعی کرد متقاعدش کنه با حرف زدن، ولی خب نتیجهش معلومه چی شد که گابریل برد و الان ما جنازه شاه مینوس رو داریم که داره شهری که خودش زمانی فرمان روایی میکرده سرش و الان داره با نابودی نابود میکنه. و الان هم به عنوان روحی که در از شیره زندگی اون اون جنازه شاه مینوسه که یه جورایی به هر دلیلی تا الان زنده مونده، خوشحاله که ما آزادش کردیم، ولی میدونه که ما هم موجود خوبی نیستیم ویوان، و نمیخواد با ما همکاری کنه، به ما دست دوستی نمیده، میخواد بعد از نابود کردن ما بره و از گابریل انتقامشو بگیره. و موسیقی متنش عالیه، دیالوگاش عالیه، مثلا خیلی خوبه، یعنی کلا خیلی جذابه به نظرم. برای پیرن کردن و رد کردن مرحله مینوس پرایم چند تا نکته لازمه. نکته اول اینکه از این اسلحه استفاده کنید، از نسخه آلترنتشون استفاده کنید، امیدوارم درست گفته باشم، که توی لایه 4 وقتی که برای دومین بار با B2 روبرو میشین لازم است شکستش بدیم ولی بهتره که شکستش بدیم تا این دست خفن داشته باشیم. میتونید حالا یا اول اینو بردارید یا میتونید بر ندارید و فقط به این آب با این اسلحه برقی شلیک کنید، باز میشه. حالا این بار یه سری اطلاعاتی در مورد باس مخفی سول پرایم اکت 2 که با اون کاری نداریم به این اسلحه دست میابیم که خیلی خوبه برای زدن زندان مینوس پرایم. کجا رفت؟ وای بعدش ما اول یه موضوع داریم به نام پری کردن. ببینید ما دو دست داریم دیگه، یه دست آبی تا مرحله تا لایه 4 وقتی میرسیم که نه، ولی وقتی لایه 4 هستیم دو دست داریم، یکی دست آبی یکی دست قرمز. دست آبی حالت پریش این حالته، آره هی حالت پری این حالته، ولی با دست قرمزی زد زودتر اگه ضربه بزنیم پری میکنه و همون ضربه برمیگرده، ولی جون ما پر نمیشه واقعا، یعنی آره برمیگرده. حالا نمیدونم چرا الان دقیق نیست، احتمالاً چون بهشون نگاه نمیکنه، ولی این قضیه به دردتون میخوره و برای زدن دوباره زندان درست برای پیرنگ زدن که نه، برای پیرنگ کردن زندان به دردتون میخوره. و وقتی که ما میخوایم پیرنگ بکنیم در از مرحله مینوسو لازمه که فقط هدف این باشه که زندان مینوس برام یه بار چشماش رو بزاد و دفعه دوم اگه بزاد احتمالاً به مشکل بر بخوره و نشه پیرنگ کرد، چون احتمالاً هم زمان کم نمیاره ولی خب استایل کافی نمیرسید. وقتی که چشماش رو اول از همه وقتی شروع مرحله شد بهش حمله بکنه، یه ذره طول میکشه بخواد چشما رو بیاره، بعدش با هدفگیری خوب شلیک کنید چشماش اول. حالا وقتی قرمز رو میزنه معمولا آبی بیشتر طول میکشه. 3 تا اول از همه برای که هم چشماشو بزنی بهتره که هدفگیریتون رو خوب کنید و 3 تا حمله داری، یکی سیاه چاله یکی سفید یکی آبی، که برای سیاه چاله شما بهتر زیاد نزدیکش نشین و وقتی سیاه چاله آورد فرصتتونه که چشمای بیشتری بزنید، فقط راه برید و با تمرکز به نسبت این چشماش سعی کنید بزنید. برای آبی هم که سعی کنید اون حرکت انجام بدید. الان من
زمان بندیم بد بود. برای سفید سعی کنید که برای حمله سفیدش سعی کنید که به صورت دایره وار زیاد نه، مربعی حرکت کنید. بد بود و آره. بعدش موشکم براش خوبه، از این اسلحه هم استفاده کنید و دیگه بهش نابود کردین و پینوس پرایم مونده. در مقابل مینوس هم که بهتر بدونید که هر حرکتی میخواد بزنه یه اخطاری قبلش میده، مگر اینکه بخواد اون مارش رو پرت کنه و بهتر به دیالوگاش دقت بکنید و واکنش دیگه اینقدر بازی کنید به نظرم تا بفهمید میخواد چیکار کنه. مینوس پرایم جز یعنی سبک بازیش اینطوریه که با شما خودش رو تیغ میده. اگه زیاد نزدیکش باشید حرکات نزدیک میزنه و اگه دور باشید از اون ماراشو پرت میکنه. میستادم الان من با فاصله میگیرم دیگه، حالا این دفعه باید نزدیک برید ولی آره اینا رو پرت میکنه سمت شما. دیگه از نیلگان هم استفاده نکنید با اینکه دمیج خوبی میده ولی استایل زیادی به شما نمیده به نسبت دمیجی که میدین و آره دیگه همین. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید. شب و روزگارتون خوش. خداحافظ.